شادی میزنی ای دل در آغوش بهار. همچو خورشید می درخشم در میان لاله‌زار. شعر بر لب مثل بلبل می سرایم راز دل. چون به گوش کاروان می رسانم بیقرار. میده بافی کردم مویهای خود را با هوس، بر تنم اطلس روانم سوی نوروز دیار. خوش رسیدی جشن نوروز، مژده سال نکو، از حضورت درد و غمها می کند از دل فرار. سلام بینندگان گرامی، هواداران برنامه های تلویزیونی بهارستان. اینک برنامه نوبتی انگوبین را تاریخ تلویزیونی بهارستان پیشکش شما میگردانیم. الکی ماه مارد نیز فرا رسید. با آمد ماه مارد الکی جشنها قطار می آیند و باید گفت که برنامه امروزه ما نیز بخشیده به یکی از جشنهای ملی می باشد. خوب بیاید با اشتراکچیان صحبت میکنیم و میفهمیم که این جشن کدام جشن است. و بچه های عزیز سلام. سلام. خب به برنامه خوش آمدید و من الکی به شما یک سوال آماده کردم. سوال اولین چنین است: عین زمان کدام ماه است؟ ماه مرد. به نهایت خوب به همگان معلوم است که در ماه مرد ما یک قطار جشن‌های باشکوه را تجلیل می‌نماییم و این نوبت من می‌خواستم از شما پرسم که کدام جشن‌های را می‌دانید که در بهار تجلیل کردند؟ خب مصطفی بیاید سر اول از شما آغاز می‌کنیم. عید مادران. عید مادران کدام روز جشن گرفته می‌شود؟ 8 مارد. 8 مارد. ما در عید مادران چیکار می‌کنیم بچه‌ها؟ ما در عید مادرانمون را تبریک میگوییم. مثلا چی خیل میرویم میگیم مادر تبریک؟ همین خیل عید شد. با مادرمون تحفه خریده بعد تبریک میگوییم. یعنی با تحفه مادرتان را تبریک میگویید ها؟ بله. خوب در مثلا خود شما با مادرتان چی تحفه کردید؟ یک دسته گل و شیرینی. یک دسته گل و شیرینی. آفرین. اکنون ما عید مادران را فهمیدیم که کی جشن گرفته می شود و چگونه آن برگزار می گردد و اکنون می خواستم دانم که بعد عید مادران کدام عید می آید؟ 11 مارد روز مطبوعات. 11 مارد روز مطبوعات. آفرین. شما این را از کجا فهمیدید؟ معلمه هم به من گفت. یعنی معلمه هاتون به شما گفتند ها؟ بله. و بعداً کدام عید می آید کی می داند؟ کنی مرحمت شما بیبی زینب. جشن نوروز می آید. چه خیلی جشن نوروز؟ این کدام روز است؟ مگر نوروز رو در فصل زمستان جشن نمیگیرند؟ نه. بچه ها هرچند شما میگویید که جشن نوروز در فصل بهار تجلیل کرده می شود، ولی من به هر حال به شما باور نمی کنم. برای اون که من باور کنم شما رو می باید تا اثبات کنید. مثلا در کدام روز نوروز رو جشن می گیرند؟ کنی؟ خوب کنی مرحمت کامران. جشن نوروز را 21 مارد جشن می گیرند. شما از کجا می دونید؟ با من پدرم گفت. به شما پدرتان گفت؟ به فکر شما ما امروز در اینجا برای چی جمع اومدیم؟ نوروزی. آفرین. بینندگان گرامی اشتراکچیان برنامه ما با باوری کامل گفته ایستادند که امروز ما جشن بین المللی نوروز را تجلیل خواهیم کرد و اینک صحبت ها و شعرها، سخن ها و همزمان سرود و رقص ها را پیشکش شما میگردانیم. شما را میباید تنها با تلویزیون بهارستان و برنامه انگوبین بمانید. من میخواستم تو سر اول از شما درباره نوروز کمی پرسان شوم. مثلا کی درباره نوروز چی میداند؟ همگان میدانند ها؟ محمد جان با من با یک طرز خاصه نگاه دارد تا اینکه من اولین شده از او پرسان شوم. خوب بیاید مرحمت محمد جان. بهارا با قدم‌های مبارک طبیعت را تو زیبا می نمایی، زینا بیدار کرده عالمی خواب نمو بخشیده احیا می نمایی. بله، نوروز و بهار این ایامی شکوفایی است. همه گلپوش و گلرز است. مرغکان چمن در سری
هر نومی‌هایی شکفته نشسته نغمه سرایی میکنند و از رفتن فصلیده بهاری نکوپی را پیشواز میگیرند. بهاری گل به سر آمد، خوش آمد، با دل شور و شرر آمد، خوش آمد. پرستوی امیدی آرزوها کشاده بال و پر آمد، خوش آمد. در عرفه نوروزی شخصانی کلانسالان دهه یا موسفیدی روزگار دیده به دهقان دعای نیک داده به کشت و کار بهاری آغاز می بخشد. از زیبایی های بهار و نوروز عجم شاعران، نویسندگان، ایجادکاران با الهام آمده بهار و نوروز را در شعر و سخن وصف میکنند. من همه شما را با فرارسیدن این عید خوشحالی و سرسبزی مبارک باد میگویم. تشکر زیاد به شما. اینک سخنهای محمد جان به نهایت فایده‌آور بودند، همه معلومات خوب بودند ها محمد جان. و اکنون میخواستیم از دیگران پرسان شویم که دیگران چی میدونند درباره بهار؟ خب مصطفی بید از شما. آمد بهار خورم با رنگ و بوی طیب، با 100,000 نصحت و آرایش عجیب. نوروز تاریخی بیشتر از 6,000 ساله دارد. پیدایش نوروز را به شاه جمشید نسبت می‌دهند. جمشید سیری جهان می‌کرد، چون او به آذربایجان رسید فرمان داد، تخت تیار نمودند، آن را در جای بلندترین گذاشتند. شاه در سر تاج شاهی بر تخت شاهی نشست. تابش آفتاب و گوهرهای تاج روشنی آفتاب را 2 مراتب زیادتر کرد. مردم شاد شدند و این روز را روزی نو اعلان نمودند. حالا در زمانی ما مردمان خانه و در خود را تازه نموده یکدیگر را به روز نو تبریک می نمایند. دسترخوان عیدانه آراسته آن را با 7 سین و 7 چین آرام می دهند که از اینها عبارت است: سیب، سبزی، سنجید، سومنک، سیر، سیرکا، سیپند. 7 چین باشد: شهد، شیر، شراب، شکر، شمع، شمشاد و شایع. مردم باشد به سیر و گشت برآمده، ورزشگران به گوشتنگیری، اسب دوانی و کمانوری مشغول می شوند. با تلاش و زحمت های جنابی عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نوروز جهانی شده در سراسر جهان آن را با طوری خاص جشن می گیرند. من به کلی حاضرین و تمامی مردم تاجیک این روز را تبریک نموده گفتنیم. آمد بهار و سیر گلستان غنیمت است، بزمی وصال غنچه خندان غنیمت است. با قامتی خمیده روم سوی بوستان، نظاره بنفشه و ریحان غنیمت است. ای باغبان زی باغ به بیرون چی می روی، بودم به پای سرو خرامان غنیمت است. ای غنچه سر زی جیب به دیوانگی برآر، یک چند روز چاکی گریبان غنیمت است. پهلوی خود زی چاکی چمن بر نمی کشم، چون سایه خوابی زیری درختان غنیمت است. ای سیدا چو باد به هر جانب مرو، بر گرد خویش گرد که دوران غنیمت است. آفرین مصطفی، تشکر زیاد به شما. خب اینجا مصطفی با ما بینندگان عزیز از تاریخ پیدایش جشن نوروز تا به زمان حاضره که آن را چگونه تجلیل می نمایند نقل کردند. خب بیاید میبینیم که دیگر اشتراکچیان در وصف جشن نوروز چی گفتن میخواهند. خب کنی کی دومه میدهد؟ مرحمت صبرینا علاقه چند مرتبه شد دست میبردارید؟
سلام و درودی به پایان بهر شما عزیزان. شما را با مناسبت عید بهار، عید جهانی، این نوروزی مردم تاجیک و فارس مبارک گفته. برای شما روزگاری فراوان و خوشی و پیروزی ها تمنا دارم. بگذار فیض و برکت نوروز و زندگانی اتان رنگ و تراوت تازه بخشیده دسترخوانتان را پرفیض گرداند. نوروزتان مبارک باد. آفرین. مرحمت بی زینب. بهار فصل زیباترین سال است. ماه‌های مارس، اپریل و می فصل بهار است. بهار تاجیکستان سرباریشت است. بهار را عروس سال میگویند. طبیعت خوش و خرم گشته، خانه مرغان به کس حلاوت میبخشد. در فصل بهار عید نوروز جشن گرفته می شود. آفرین. و باز یک قطار جشن‌های دیگر هم ها؟ چطوری که ما در بلوغ قید کردیم. از هم با شما یکان گفتنی دیگر دارید؟ نه. تشکر زیاد. خوب، بلندگویک در دستی کامران است. کامران مرحمت. نوروزی عجم زنده کند خاک کهن را، از نو بیکند جامه وطن باغ و چمن را. از پرتو خورشید زمین گرم و چمن گرم، از همت نیسان دل دهقانی وطن گرم. نوروز نشانی بیداری طبیعت و انسان، پاکیزگی روح و آغاز حیاتی نو است. نوروز نشانی بیداری طبیعت و آغاز سال جدید کشاورزی می باشد. ما را باید چون عادت و سنتی پیشینه امان به بهاری نو بهر تجلیل نوروز بین المللی که آغاز سال تقویم آریایی است، با قدم‌های استوار و بنیادکار عزم و اراده نو قدم نهاده در شکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال سهمگزار باشیم. باشد که نوروز دلافروز به کاشانه هر یکی ما فیض و برکت زیاد عطا کند. من مردم تاجیکستان را با عید بهار تبریک گفته میخواهم شعری در باغ دل بهار است را قرائت نمایم. خوب، مرحمت کامران. در باغ دل بهار است ای دوستان بیایید، گلچشمی انتظار است ای دوستان بیایید. در طرف باغ و بستان فصلی طرب رسیده، گل بر جهان نیثار است ای دوستان بیایید. نوروز گل نشاند بر کوه و دشت و صحرا، بزم خوشی هزار است ای دوستان بیایید. خوش روز چون عروسک دریا لالال سرخک، هم رنگ روی یار است ای دوستان بیایید. در روی میسه شبنم دور و گوهر نماید، خورشید زرنثار است ای دوستان بیایید. هر غنچه شکفته عطری خمار دارد، هر بوته مشکبار است ای دوستان بیایید. در جسم زندگانی جانی دیگر دمیده، پرفیض روزگار است ای دوستان بیایید. تشکر زیاد. یک قرصک بلند برای کامران میزنیم. یعنی اکنون ایستد. من میبینم که بلندگویک باز در دست کیست. خوب، آفرین یاسین جان. نوبت به یاسین جان رسیده است. مرحمت یاسین جان. جشن عجیب نوروزی که رمزی بهار و نوسازی است به سرزمین زیبای تاجیکستان میآید. من همه پدرم و تمام مردم تاجیک را صمیمانه تبریک میگویم. گلخواهران آدادرا ایام نوروز آمده، تبریک پیر و جوان ایام نوروز آمده.
عروسی آسقا ایام نوروز آمده سود لاله بی بوستان یکیست عنبر فسان سادی رسد آسمان ایام روز آمده با نوای چند گونه با سر و سرود خسروزی ها در ندام ایام نوروز آمده حسین را ببین در روی دسترخوان ما لبخند در هر لبان ایام نوروز آمده دستی دعا دارم کند روزی نوروزی دیگر ما را رساند لامکان ایام نوروز آمده. آفرین. یک قرصک بلند برای یاسین جان میزنیم. خوب هستم با شما اینک اوی مهربان علاقه بلندگیگ رو گرفته نشستن کنی مهربان شما چی گفتن میخواهید؟ دیروز مبارک با امروز مبارک با هر روز مبارک با نوروز مبارک با فیروز مبارک با. آفرین. خوب کنی بلندگویک به دستی سمیه رسید. سمیه جان مرحمت. نوروز بزرگترین جشن مردم تاجیک به شمار می رود که به فرهنگ قوم و ملت‌های دیگر نیز به همین نام گذاشته است. جشن نوروز حادثه‌های زیادی سیاسی و اجتماعی و معنوی را پس‌تر کرده تا به این روز آمده رسیده است. تشکر زیاد. خوب در باره آفرین اشتراکچیان قرصک زدن میخوانندگان گرامی. در باره دیگر خصوصیت های جشن نوروز ما از دیگر اشتراکچیان همان خواهیم فهمید که نوروز را باز چگونه جشن میگیرند و نوروز چگونه تاریخ دارد. بینندگان گرامی بلندگویک علاقه به دست ابوبکر رسید. باید گفت که ابوبکر چند پیش در برنامه ما اشتراک داشت و تا امروز در برنامه های ایدانه اشتراک نکرده است و اگر گوییم که این اولین برنامه ایدانه ابوبکر است که با اشتراکچیان برنامه انگوبین آن را جشن میگیرد و در آن اشتراک میورزد. این همین برنامه میباشد و خوب اینک میبینیم که ابوبکر با چه دستاویزی با برنامه امروز آمده است. خوب ابوبکر سلام. سلام. کنی شما چی گفتن میخواید کنی ما شنویم؟ سخن مرحمت. برام کشتکار از فیض و برکت دهقان است. از این رو قدم بابای دهقان به زمین تاجیکان مبارک باشد. آفرین. خیلی سخنهای خوب گفتید. باز چی گفتن میخواید؟ Dear friends, we congratulate you on the international holiday Nowruz. We wish you a happy Nowruz. آفرین. ابوبکر نوابسته به خردسالی خویش بینندگان عزیز توانست تا ما و شما را با جشن نوروز تبریک و تهنیت نماید و همزمان با زبان انگلیسی نیز توانست این سخنهای خود را ابراز نماید. خوب ابوبکر باز چی گفتن میخواهید؟ شعر. کنی ما گوش کنم این چگونه شعر باشد؟ نفس تازه نوروز بارک باشد، چهره پاک و دل افروز بارک باشد، همه جا خرمی و تازه جوانی بینم، جشن فرخنده فیروز بارک باشد. کرته سبز ببر کرده زنب کو کمن، چون اوسان شده هر شاخه گل تازه و تر، مرد دهقان به زمین دانه ارمان پاشد، سر کشد دانه افتاده به امید ثمر. باز از خواب طبیعت شده بیدار امروز، ساقه لاله خندان شده سرشار روز، در کف بر شد دانه درخشد باران، تب به تب در دل ما میسه شار روز. دوستان فصل دل افروز بارک باشد، چهره پاک و دل افروز بارک باشد، همه جا خرمی و تازه جوانی دارند، نفس تازه نوروز بارک باشد.
بینندگان گرامی هرچند ابوبکر خردسال هم باشد ولی کوشش کرده است تا برای بالیدن نمودن طبع شما بینندگان گرامی شعرهای خود را از یاد کند و همزمان پیشکشی شما گرداند و فکر میکنم که با لحن شیرینی ابوبکر ما اهمیت نمیدیم هرچند ابوبکر نوروز گفتن ولی ما میدونیم که این جشن نوروز است. خب آفرین ابوبکر جان، یک قرصه که بلند میزنیم کنی. خب کنی من بینم بلندگو یک باز در دستی کی باشد؟ ابراهیم جان مرحمت. نوروز آمدی باز از آمدی تو شادیم آورده خوشی ها از رنگ سبز شادیم سرسبزی تو امروز سرسبز کردم ما را هر گرمی نگاهت دلگرم کردم ما را گشتی جهانی امروز نوروز ملی ما اکنون بروی دنیا مشهور کردی ما را. آفرین. یگان سخن ندارد؟ دار مرحمت. تاجیکان در ایام عید نوروز لباس های سفید می پوشند به همدیگر سفیدی می پوشند خوردن تمامی سال نو را از شیر نو دوشیده سر می کنند. هر کس کوشش می کند که در این روز روی زیبا را بیند خنده و بازی کند سرود و ترانه ها خواند دهقانان دعای خیر گفته به کشت و کار خود مدد می طلبند رویدن میسه گل کردن گیاهای بهاری از فرا رسیدن عید نوروز مژده می دهند مردم در آن شب و روز مراسم گلگردانی می گذرانند یعنی هنگامی به دست گرفتن گل اولین تو بر این زیبای و بیغم شوم به سال و ماههای بسیار رسم گفته آرزو می کنند مردم به پیشواز عید نوروز خانه ها را رو بچین کرده ظرف ها را تازه نگاه می دارند 25 روز پیش از نوروز برای تیار کردن سومنک گندم را شسته و تازه کرده برای سبزانیدن در روی دسترخوان یا ظرف می گذارند به استقبال این جشن نه تنها سومنک باز هر گونه طعام حلوای و شیرینی ها میپزند دسترخوان نوروزی را با میوه و سمبوسه های علفین شیر و روغن فطیر و نان و کلچه آرام میدهند از 7 نوع درخت میوه دهنده 7 شاخچه بریده روی دسترخوان میگذارند آدمان به خانه خویش و تبار و دوستان رفته همدیگر را مبارکبادی میکنند ای دوست بیا باز به نوروز رسیدیم نو قصه بپرداز به نوروز رسیدیم در پرده گل باد نوا کرده پریشان ای مرغ خوش آواز به نوروز رسیدیم ای باغ گل افشان بغل باز مبارک ما هم به دل باز به نوروز رسیدیم. بینندگان گرامی چون هر وقت ابراهیم رستم با معلومات پورا به نزد ما آمدند و توانستند از اول تا آخر درباره نوروز معلومات دهند. خوب این لحظه ناظر جان نیز چند پیش در برنامه ما اشتراک نموده بود و توانست با اشتراک خود طبیعی همه بینندگان تلویزیونی باورستان را بالیده نماید و همزمان مخلص های خود را نیز پیدا نماید. خوب این لحظه میبینیم که با چه دستاویز به نزد ما آمدند. خوب مرحمت ناظر جان. چک چک باران میبارد ما را شادان میبارد آبی باران راحت بخش سفتی باران میبارد چک چک چکو چک 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 چکو چک چک چک. آفرین. خوب باز یگان سخن دیگر گفتن میخواهید؟ در دله گلدره لاله شکوف یک سره خندان همه شاد و غزل خون همه به دانه ها پیک پیریک سروایه ها چیک چیریک ککرا 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 صد شوجه بلبلون سفتی هزار السلام فصلی بهار السلام. آفرین. کنی چی کار میکنیم بچه ها؟ قرصک میزنیم. بیبی زینب بلکه میدونن. حالا باشد فاروق برای ما شعرهای خود را پیشنهاد میکنه. مرحمت بید کنی یگان سخن گوید. نوروز و بهاری نازنین آمد باز ایامی جوانی ای زمین آمد باز گویا که نیهم گشته بود از لشکری دی وان هرچی گذشت از کمین آمد باز
در ماه سپتامبر سال 2009 نوروز را به فهرست آثار فرهنگی انسانیت یونسکو شامل کرده شد و در پایان ماه فوریه سال 2010 21 مارس را روز بین المللی نوروز اعلام کردند. نوروز یکی از جشن‌های قدیم‌ترین در روی جهان می باشد. جهان از باد نوروزی جوان شد. زهی زیبا که این ساعت جهان شد. شمالی صبح دم مشکین نفس گشت. صبایی گرم رو عنبرفشان شد. در انجام تجلیل مردمان به صحرا برآمده از سال جدید استقبال میکردند. این یک رمز زیبایی است. همه در این نظر بودند که دهقانان به صحرا برآمده در زمینها دانه امید پاشیدن را در طول سال خوشبختی و فراوانی می‌دانستند. تشکر زیاد. خب بینندگان گرامی، چطوری که دیدید اشتراکچیان برنامه ما توانستند در وصف نوروز برای شما سخنهای خود را پیشنهاد نمایند و باید گویم که نه تنها سخنها بلکه معلومات‌های خیلی مفید و فایده‌آور بودند که درباره نوروز و تاریخ آن و تا حال درباره برگزاری آن برای ما نقل کردند. خب این یک قسم برنامه ما بود البته و باید گفت که برنامه انگوبین تا حال به انجام نرسیده است و در قسم دیگری برنامه شما رو با دیگر پهلوهای جشن نوروز انیخترش در باره جشن نوروز اشتراکچیان ما برای شما شعرهای خود را قرائت خواهند کرد. با تلویزیون باورستان و برنامه انگوبین بودن را فراموش نسازید. بینندگان گرامی، چطوری که دیدید اشتراکچیان ما برای شما شعرها، سخنها و همزمان تمنیات‌های بهترین را در وصف نوروز آماده نمودند و باید گوییم که هر یک این کوشش و زحمت‌های ما اهل ایجاد برنامه و همزمان اشتراکچیان برنامه انگوبین تنها برای لحظه هم بولیده نمودن تب شما بود. این لحظه باشد برای باز هم فراغت بخشیدم یک سرود زیبایی را از جانب اشتراکچی برنامه‌مان پیشکش شما می‌گردانیم. مرحمت. گلی گلی نم با خنده ها شیرینم، گرتا گلی
نوروز ناز آمد گل ناز میکند باز با ناز جلوه اش را پرداز میکند باز با شرم دخترانه با خنده زنانه آهنگ جاویدانه آغاز میکند باز. بینندگان گرامی برنامه دانه ما که به جشن نوروز عجم بخشیده شده است تا حال ادامه دارد و باید گوییم که در این قسمت برنامه انیخترش در قسمت دوم برنامه ما با همراه اشتراکچیان برای شما شعرهایی رو که در وصف نوروز ایجاد شدند پیشکش میگردانیم و همزمان شعرهایی که در وصف بهار خرم نیست ایجاد شدند اشتراکچیان ما میخوان برای شما قرائت نمایند. خوب بچه ها همه شعر میدونند ها؟ بله. بینندگان گرامی باید گفت که در قسمت دومی برنامه با ما اصل اشورا و محمد جان شریف بک همراه شدند و باید گفت که آنها با دستان خالی نآمدند. آنها برای شما هم شعر میخوانند و همزمان در آخر برنامه سرودهای خود را پیشکشی شما میگردانند و این لحظه باشد بیاید از اشتراکچیان شعرها را میپرسیم. خب بیاید از رستم آغاز کنیم. ها رستم از جایشان الان خستند. خب ما انتظار بودیم دل به قرار بودیم در رای آمدی تو با چشمی چار بودیم. بیاید مصطفی از شما آغاز کنیم. نوروزی عالم افروز بر دوستان مبارک عیدی بهار و فیروز بر دوستان مبارک از این بهاری خورم شادند خلق آدم نوروز مهر افروز بر تاجیکان مبارک از آمدی بهاران صحرا بگشته رقصان این سبزه های زیبا در بوستان مبارک تاقی بپوش یارم در روز عید نوروز این تاقی های زردوز بر گل رخان مبارک در گلزار شکفته گلهای رنگ رنگ بر گلهای گلزار آبی روان مبارک شعر نویش شاعر در روز عید نوروز بر شاعری غزل خان این داستان مبارک در روز عید نوروز گشته همه دل افروز این روز خوش و فیروز بر تاجیکان مبارک. خب مرحمت. چک چکی باران ببین فیض بهاران ببین لاله و ریحان ببین در عید نوروز دشت و دمن گل کند باغ و چمن گل کند باغی وطن گل کند در عید نوروز موسم باران خوش است صوتی هزاران خوش است شکری و تاران خوش است در عید نوروز دست و دمن گل کند باغ و چمن گل کند باغی وطن گل کند در عید نوروز. آفرین. اکنون میتوانیم با باوری کامل قرصک زنیم ها؟ دیگر شعر خوندن نمیخواهد انیق. خوب کنی؟ مرحمت محمد جان. فرخنده بهار آمد نوروز مبارک باد خندیده نگار آمد نوروز مبارک باد سرمای زمستان رفت با برف و شبی هجران عاشق بر یار آمد نوروز مبارک باد با رقص پرستوها با نمی بارانش عکس بنوار آمد نوروز مبارک باد امروز جوان و پیر شادانه غزل خوانند دی رفت و بهار آمد نوروز مبارک باد من که خوب سبزه دماند سمنک من که خوب شیره دواند سمنک من که در روی تفی لخچه علاو سوختن چیست بداند سمنک سرخ گردیده چو رخسار عروس از دهان آب رواند سمنک هر کسی کاسه ندارد برود
در طبق زود بیماند سمنک. حاصلی کشتی بهاری هر سال پیش از وقت چشاند سمنک. حاصلی امسال شود با برکت به همه مژده رساند سمنک. می شود صدقه حکش خیراندیش هر کسی پخته تواند سمنک. آفرین، تشکر زیاد. خب کفایه است ها؟ باز با دل نخواهم بله میگد، ولی به هر حال نوبت رو به دیگر اشتراکچی دادن در کار. مرحمت. گلی من عید نوروزت مبارک، چونین جشنی دلفروزت مبارک. مرا نوروز به تو کهنه روز است، چون من یاری بدآموزت مبارک. مبارک باد نوروزت گلی من، برابر شد شب و روزت گلی من. بگو تا کی برابر از جدایی، دلی ما و تو می سوزد گلی من. خماری شعر به می رسد باز، محبت تا مخاطب می رسد باز. مبارک عاشق روزی شب قدر، که نوروز است و نوشب می رسد باز. من میخواهم که باز یک شعر دیگر گویم. مرحمت. نوروز شد و پنجره را باز نمودیم، صد شکری تو ای جانی جهان ساز نمودیم. تبریک همه می نو گنجشک و پرستو، با مرحله ای تازه پرواز نمودیم. آفرین. سبرینا وقتی تمام کردن به فکرم بالا که زود اکک بلندگویک رو به دست کامران دادن. کنی یک قرصک بلند برای سبرینا. خب کنی شما چی گفتن میخواد بی زینب؟ ای دل بیا بیدار شو، نوروز شد نوروز شد، از بخت برخوردار شو. نوروز شد نوروز شد، بکشادری کاشانه را، آغاز کن افسانه را. با شوق و شادی یار شو، نوروز شد نوروز شد. آفرین. باز من یک شعر دیگر میخوام. مرحمت. باز بی زینب یک شعر دیگر میدارد. مرحمت. سلسله باران رسید، توی بهاران رسید، در پشته و کوه و ته، گلها گشاده بغل. عطری فراوان زدن، پرچم الوان زدن. آفرین. یک قرصکی بلند برای بی زینب. کامران نوبت شما. مرحمت. بر دیاری تاجداران باز می آید بهار، شادیانه می برم از مردمی چشم انتظار. مردی دهقان باز آید بر زمینی کشت و کار، ای عروسی نازنین فرخنده پی خوش آمدی. صد هزاران رنگ و بویی تازه داری در برت، صد هزاران لاله‌ای بشکفته اندر پیکرت. صد هزاران سرخی و سبزیست اندر چادرت، ای عروسی نازنین فرخنده پی خوش آمدی. از خدمهایت زمانه کاش ارزانی شود، از نفسهایت زمین گل پوش و الوانی شود. مهرباران بر سری فرزند سامانی شود، ای عروسی نازنین فرخنده پی خوش آمدی. آفرین. خوب کنی نوبتی کی شده باشد باز؟ ابوبکر نوبت شما. کنی یک شعر خوانید. بار آمد صدای بلبل آمد، نسیمی فارمون بوی گل آمد. لباسی سبز و سر را ببر کرد، کلاه سفید آلو بسر کرد. پس از باران نیسان چیزی باید دشت و کوستان. بار آمد چمن گل پوش آمد، دل ما بچه ها در جوش آمد. آفرین. من باز شعر میدانم.
شما هم باز شعر میدونید؟ کنی مرحمت. لاله رد از بار در رای دشت کوسار این موسم زیبا ما بچه ها انتظار. آفرین. خوب کنی نوبتی کی باشد باز؟ نه رستم نوبت شما نیست. بلندگویک در دست عبدالرحیم است. عبدالرحیم مرحمت. شبیر شبیر باران شد، موسمی بهاران شد، همه جا گلستان شد، وقتی کاری دهقان شد. آفرین. من میخوام باز مرحمت. نوروز بیا با دم عیسی نظرم کن، از زنده شوی های گلستان خبرم کن. در بزم عروسان کسی بالا گذر است، گلریز و گلافر شانم کن. آفرین. خوب کنی نوبتی کی باشد؟ مرحمت سمیه. خوشا نوروز و عیدی باستانی، نشان از مهر و از فری کیانی. بیمانده یادگار از تخت جمشید، همانند درفش کاویانی. پیامی مهر باشد جشن نوروز، و عالم داده جشن مهربانی. گل و گلزار خورم ملک تاجیک، سفید و سبز رنگ و ارغوان. بود نوروز پیک وحدت شرق، فروغ همدلی آریانی. سراسر ملک تاجیکان به نوروز، کند خورشید مشرق سرفشانی. دل و جانها ز عطر و بوی تاجیک، معطر گشته از این گلفشانی. تو باشی تاجیکستان مهد نوروز، چو نور هرمز و دیر مغانی. الا ای تاجیکستان سرو نازم، بود نوروز و عیدت جاودانی. بود تاج دلم از عشق و مهرت، تو معشوقی من و سرو روانی. بینازم پیشوا و خلق تاجیک، بکرده عید جم را پاسبانی. آفرین. به نهایت شعر پرمضمون. یک قرصک بلند برای سمیه میزنیم. آفرین سمیه. به نهایت شعری در روز اجرا کردید. با همراه کی اجرا کردید این شعر رو؟ با مادرم. با مادرتون؟ بله. احسن به شما. خوب کنی بلندگویک باز در دستی کیست؟ در دست اصل. خوب اصل شما چی گفتن میخواید؟ فصل نوروز است ایامی بهار، گل شکفت و گشت عالم لاله‌زار. دشت و صحرا سبز و خرم گشته است، از نسیم صافه های بی‌غبار. نوروز نوبهاران وقتی گل است و لاله، بلبل به جوش مستی، قمری به آه و ناله. یک قرصک برای اصل میزنیم. خب اصل جان شما برای ما سرود آماده نکردید؟ کردم. در رفتی برنامه سرودتون رو میخونید ها؟ بله. آفرین. و ما با چیم رقص میکنیم بچه ها؟ خیلی خوب. خوب کنی باز بلندگویک در دستی کیست؟ شعیب. کنی شعیب شما چی گفتن میخواید؟ نوروز لاله آرد، می در پیاله آرد، پیغام نوبهاران بر کوه یاله آرد. نوروز نوبهاران بر دوستان مبارک، جشن گل و محبت بر دوستان مبارک. نوروز نوجوان است، نوروز جاودان است، از روزگار دیرین زیباترین نشان است. نوروز نوبهاران بر دوستان مبارک، جشن گل و محبت بر دوستان مبارک. آفرین. یک قرصک برای شعیب میزنیم. من باز میدونم. باز میدونید مرحمت؟ آغوش پر از یاس و من، خوش آمدی نوروز من. آراسته باغ و چمن، خوش آمدی نوروز من. مهر جوانی میزند اندر زمین قلبها، با اشوه ها با یک سخن. خوش آمدی نوروز من، خوش آمدی نوروز من. آفرین.
خب کنی بلندگویک در دست رستم است الکای. کنی رستم شما چی گفتن میخواید؟ ما انتظار بودیم دل به قرار بودیم در رای آمدی تو با چشم چار بودیم. در روی اومدی نوروز؟ نه در رای آمدی تو. باز میخواهم که یک شای دیگر. مرحمت الکای. هرچند بینندگان گرامی رستم اولین مرتبه در برنامه ایدانه اشتراک دارد ولی از دیگر اشتراکچیان الکای یاد گرفت و او نیز میخواد که باز یک شعر دیگر خوند. مرحمت. باشد گلی نوروزی پشت کرته گلدوزی با رقص جهرگی ازت شمی دلم افروزی. آفرین. باز یک شعر دیگر میدونید؟ نه کفایه است. ای احسان به شما. خوب کنی ابراهیم جان الکای تیار نشستن. مرحمت ابراهیم جان نوبت شما. زمستان گرچه حرفی ناتمام است، سلام ای روزی نو وقتی سلام است. به دست دختری نوروز امروز به قد سرو صد دفتر پیام است. زیتابی آتشی خصلاله دشت پزد در سینه ها عشقی که خام است. دلی عاشق نباید کرد باور مگر این فصل را جز عشق نام است. روز نوروز است سروی گلزاری من کجاست، در چمن یاران همه جمعند یاری من کجاست. گشت مردم هر یک امروز صیدی چابکی صید افکنی مردم شکاری من کجاست. نیست یک ساعت قرار این جانی ناآرام را، یاربان آرامی جانی بیقراری من کجاست. سوخت از درد جدایی دل به امید وصال، مرهمی داغ دلی امیدواری من کجاست. روزگاری شد که دور افتادم آخر بپرس کم سیه روز و پریشان روزگاری من کجاست. بود عمری بر سری کویت هلالی خاکی راه، ساعتی ای مه نگفتی خاکساری من کجاست. آفرین ابراهیم جان برای چنین غزل پرمضمون. و بینندگان گرامی باید گفت که در یک چند شماره های برنامه ابراهیم جان به طور زنده غزلیات شاعران رو قرائت می نمایند یعنی می سرایند و باید گفت که امروز نیز با دستان خالی نآمدند و میخواهند تا یک غزل زیبای را در وصف بهار و نوروز به طور زنده به طور سرود سرایند. خب مرحمت ابراهیم جان. من میخواهم همه شما را با یک سرود تبریک نمایم. خوب مرحمت، ما انتظار هستیم. ز کوی یار می آید نسیمی باد نوروزی، از این با در مدد خواهی چراغی دل برافروزی. سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزه نیست حکمی میری نوروزی. چو گل گر خورده داری خدا را سرفیش رد کن، که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی. ز جامی گل دیگر بلبل چونان مستی میلال است، که زد بر چرخ فیروزه سفیری تخت فیروزی. یک قرصک بلند برای ابراهیم میزنه. مرحمت فروخ. ای صبح وطن مژده نوروز مبارک، ای صبح چمن این روز فیروز مبارک. از نکهت گل مست شده بلبل خوشخوان، ای بلبل شیدا به تو چنین روز مبارک. در دشت و دمن سبزه و گل خنده نمایند، ای سبزه و گل خنده یک روز مبارک. چون نور بپاشد به سما اختر شبها، ای اختر شب نوری شب افروز مبارک. عالم همه با شوق کنند بازی جهانی، ای اهل بشر جشن دل افروز مبارک.
آفرین، تشکر زیاد. خب کنی شما چه گفتن میخواید؟ این ساسانیست باران روی اچکری و تاران دشت و دامن سبز شود غلندانان نقش شود. تمام؟ خب تشکر زیاد. نوبت کی رسیده است؟ محمد جان شریف بیگ، مرحمت. بهار زیباترین فصلی سال باشد. بهارا عروسی سال نگویند. در بهار گلها می شکوفند و طبیعت زیبا می شوند. در فصل بهار نوروز جشن گرفته می شوند و همه خود رقص و بازی کرده سرودخوانی می کنند. نوروز مبارک. محمد جان چطوری که به ما معلوم است شما سرود هم میخونید ها؟ بله. امروز برای برنامه امروزه ما شعر از یاد کردید؟ انیخترش سرود آماده کردید؟ بله. چگونه سرود است؟ سرودی ها. نوروزی. سرود نوروزی. بینندگان گرامی انتظار باشید زیرا محمد جان شریف بیگ برای شما سرود زیبایی را در وصف نوروز پیشکش می‌گرداند. نوروزی
برای همه نفرانی که این زمان با ما پیوستند خاطررسان می‌شویم که شما برنامه ایدانه انگوبین را که با جشن نوروز عجم بخشیده شده است تماشا کرده ایستادید. باید گفت که در هر یک شماره‌های جشنی برنامه انگوبین مخلصان و هواداران برنامه زیاد اشتراک کردن می‌خواهند و ما می‌کوشیم تا این امکانیت را برای آنها فراهم آوریم و این زمان یک چند مخلصان برنامه در اینجا شرکت ورزیده ایستادند که می‌خواهند تا شعرهای خود را پیشکش شما گردانند. خب نام شما چیست؟ خدیجه. مرحمت. در روی خوان نوروز خویش و تبار و یاران دور انجا که نزدیک باید که جمع آیند باشد که سیر بینند سالی دراز همراه با همدیگر بسازند با همدیگر بپایند. در روی خوان نوروز باید که باز باشد هم شاخه گلی تر هم نش سبزی گندم باشد که بخت آدم باشد چگل شکوفان باشد که سیر باشد از نان تمامی مردم. در روی خوان نوروز رمزی بهار دنیا یا هفت سین بپاید یا هفت نوده آن تا باغی هفت اقلیم روی خزان نبیند تا باغی عمر باشد تا جاویدان گل افشان. تشکر زیاد. خوب آفرین خدیجه. نوبت رو به دیگران ندهیم. کنی نام شما چی؟ یاسمین. یاسمین شما چند ساله؟ 6 ساله. مرحمت یاسمین. گل آوردم با مهمانی که آرد گل فراوانی مریزان برگهایش را تو قدری گل اگر دانی گل آوردم من سرا گلی نوروسته زیبا ببین روی ورا بوی کن نمانی در پشیمانی. آفرین. یک قرصک برای یاسمین میزنیم. خوب نام شما چیست؟ نامی من رخمینه. رخمینه. خیلی نامی زیبا. رخمینه جان شما چند ساله؟ 5 ساله. 5 ساله. به نهایت خوب. مرحمت کنید شعرتون رو خوانید. بهار آمد گلی سرسم قطر آمد به دهقان وقتی کار آمد بهاری لاله‌زر آمد. آفرین. کنی یک قرصک میزنیم. خوب کنی نام شما چی؟ من امیر حمزه. امیر حمزه. مرحمت. سربار خندان گشته است بلبل غزل خوان گشته است عالم گلستان گشته است در عید نوروز فصل دل افروز گلغنچه چشمش باز کرد شد عشوه او شنداز کرد ایام نیک آغاز کرد در عید نوروز فصل دل افروز. آفرین. به نهایت شعر زیبا. خوب کنی باز میبینیم اینجا مخلصان باز هستن. نام شما چیست خواهر جان؟ یاسمینه. یاسمینا جان شما چند ساله هستید؟ 4 ساله. 4 ساله. آفرین. یگان شعر میدونید یاسمینا؟ بله. کنی خوانید. بهار آمد گل سبزم قطر آمد به دهقان وقتی کار آمد بهاری لاله‌زر آمد مار آمد برک روزه به چنگالای نروز به پشتاقی زردوزه بهاری لاله‌زر آمد. آفرین. خوب نام شما چیست؟ سنت الله. سنت الله. شما چند ساله هستید؟ 6. 6 ساله. کنی برای ما یگان شعر خوانید. نفسی تازه این نوروز مبارک باش جشن فرخنده و فیروز مبارک باشد همه جا خرمی و تازه جوانی بینم چهره ای پاک و دلفروز مبارک باشد. خوب نام شما چیست؟ کنی بیاید با شما شناس شویم. نام شما چیست؟ عزیز. عزیز. آفرین. شما چند ساله هستید عزیز؟ 6 ساله. کنی شعرتون رو خوانید. امروز به آی آمد با خندان نگاه آمد هم از پیکای آمد نوجوزین با یک با فیدوزین با یک با شادی بدمد با جان از بوی گوی ریحان هر کس بشود خندان نوجوزین با یک با فیدوزین با یک با. آفرین. یک قرصک میزنیم برای عزیز جان. خوب بینندگان گرامی باید گفت که مخلصان برنامه ما نه تنها شعر خوانده میتوانند بلکه سرود نیز میتوانند. این لحظه یکی از مخلصان دائمی برنامه انگوبین را به صحنه دعوت میکنیم و او بهر ما و شما یک سرود دلنشین را میسراید و همزمان رقص نیز میکنند. با دقت باشید.
تبله یه چرخیدن تبله حسنی تو چون فرشته عاشقی رقص کشته حسنی تو چون فرشته عاشقی رقص کشته من با امیدی رقصی زیبایی تو نشسته من با امیدی رقصی زیبایی تو نشسته رقصیدن تبله چرخیدن تبله رقصیده با تبسم نازیدن تبله رقصیدن تبله چرخیدن تبله رقصیده با تبسم نازیدن تبله رقصیدن تبله چرخیدن تبله رقصیدن تبله چرخیدن تبله رقصیده با تبسم نازیدن تبله رقصیده با تبسم نازیدن تبله ای دوست بیا که بزم نوروز خوش است با ساز و سرود عالم افروز خوش است با کلچه پرپری و با قند و عسل در کشور تاجیکان خوشروز خوش است. بینندگان گرامی، با امید خانه‌آبادی و تنصیحاتی هر یک شما میرسیم به فرجام برنامه امروزه انگوبین. باید گفت که برنامه امروزه ما به جشن نوروز عجم بخشیده شده بود و اشتراکچیان ما کوشش کردند تا طبع شما را با شعرها و سرودها، رقصها و سخنهای دلنشین خود بریده گردانند. باید گوییم که شماره های دیگری برنامه انگوبین در پیش هستند. از این رو با شبکه بهارستان بودن را فراموش نسازید. هر روزتان نوروز بود، نوروزتان فیروز بود. تا برنامه های نوبتی، خیر.